دوستان عزیزم سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشید و هر کجایی که هستید شاد و سلامت و خرسند باشید. در خدمتتون هستم با یک فایل دیگه به نیت شما. من هنوز فایل رو بر نگردوندم، منظورم قهوه است، هنوز بر نگردوندم و منتظرم که شما نیت کنید. فایل همگانی هستش، اما دلم میخواد که روی نیت‌های احساسی بیشتر کار کنیم، چون یهو به دلم افتاد که نیت‌های احساسی رو بیشتر روشون صحبت کنم. خیلی یهویی، خیلی ناخودآگاه، وگرنه در وهله اول دوست داشتم که فایل رو کلی باز کنم. حالا اون وسط ها اگر چیزی دیدم حتما بهتون میگم در باقی نیت‌ها. پس بفرمایید با یک فال قهوه احساسی در خدمتتون باشم. نیت کنید، من به نیت شما این قهوه رو میخورم و بر میگردونم. خب حالا برش گردونم به نیت شما. بسم الله. تا یک مقدار بیاد پایین میخوام که یک پیام از کائنات بهتون بدم، یک پیام کلی، ببینیم که چی بهمون میده. خب این کارت اومد بهتون میگه که بچه ها برنگردین بهم بگین که کارتا رو از قبل آماده کردی ها. من کارتا همه اینجا پیشمن، اینم دوتاشون اگه میبینید این قسمت رو و از وسطشون میکشم. میگه که ممکنه که توی امورات خانوادگیتون یه مقدار مشکل اتفاق افتاده باشه. حالا میتونه امورات زناشویی باشه، مثلا شما و همسر و یا کلا خانواده، زیاد فرق نمیکنه. میگه که از بابت این امورات زیاد نگران نباشید، اینها گذرا هستن و قطعا قراره که به یک لول بهتر برسید. میبینم که جمعهای خانوادگی شما دوباره گرم میشه، یک نفر به جمع خانوادگی شما ملحق میشه. این یک نفر میتونه یک فرزند جدید باشه برای دوستانی که منتظر بارداری هستن، منتظر فرزند هستن، و یا میتونه حتی اومدن کسی باشه که شما منتظرش هستید. خب برای خیلی هم میبینم که میتونه حتی همسر هم باشه. اینم از این. بریم برای فال احساسیمون ببینیم که چه خبره. خوشحال میشم که کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید و قطعا بدونید این فال ها برای دوستانی تحقق پیدا میکنه که کانال رو دنبال میکنن، با انرژی خودشون به من انرژی میدن و هر طوری که هست سعی میکنن که در کنارم باشن. بریم که ببینیم چه خبره. خب میبینم که یک شانس بهتون رو میکنه. این شانس در وهله اول شانس مالی هستش. توی این قسمت شانس مالی رو براتون میبینم و یک گره از امورات مالی شما برداشته میشه. مردی رو میبینم با این مشخصات که چونه مشخص و گوشتی داره یا تیز، به هر حال یک چونه و فک مشخصی داره. خب یه مقدار قسمت ابروهاش باید جلو باشه. یعنی چی؟ دیدین که یه حالتی انگار ابرو یه ذره از پیشونی جلوتره، یه ذره انگار چربی پشت ابرو دارن یا همچین چیزی. و مردی که بینیه یکم بلند و یکم حالت میتونم بگم گوشتی، میتونم بگم بزرگ، خیلی واضح نکرده ولی کلا بزرگ میبینمش، نه خیلی بزرگ ولی بزرگه. چشماش هم یه کوچولو باید دورش گود افتاده باشه. این فرد رو میبینم که در امورات احساسیتون اگر پارتنرته و یا همسرته، برای خانما میگم، یک مشکل کوچیک این شخص برای شما ایجاد میکنه که البته گذراست. حتی میبینم که این مشکل میتونه مشکل مالی باشه. شخصی رو میبینم که از زندگی شما خارج شده. قایقه رو میبینید خیلی زیبا توی این قسمت افتاده. شخصی که از زندگی شما خارج شده دوباره به زندگی شما برمیگرده. شما رو میبینم که تنها هستید، گویا که یک تنهایی احساسی دارید. خب فال احساسی دیگه، درسته؟ تنهایی احساسی دارید. توی این تنهایی تا حدود یک وعده دیگه شما میمونید و بگم براتون که میبینم که حتی به خودتون سخت میگیرید. گاهی ممکنه که خودآزاری های احساسی و یا روحی داشته باشید، سخت میگیرید به خودتون و فکر میکنید که شاید شما یه جای کم گذاشتید و یا حتی کاری کردید که
طرف دیگه قدر شما رو ندونه، یکی از اینا، فرق نمیکنه. ولی اینجا رو نگاه کنید، اینجا آینده یکم دورتر رو داره به ما نشون میده. بذارید من مدادم رو بیارم. خب ببینید، حالا دیگه هم فال هم آموزش. توی این قسمت آقا رو داریم که سر شبیه به قلب شده. حالا از حس طرف مقابل بخوام برات صحبت کنم، قطعاً دوست داشتن هست. اون به شما فکر میکنه. برای دوستانی که یک فاصله بین خودشون و طرف احساسیشون اتفاق افتاده و طرف احساسی حالا خودشون فرق نمیکنه، یکی از شما دوتا حروف اسمی میم یا سین، شین و یا نون داشته باشید. قرار نیست همه این حروف رو توی یک اسم داشته باشید. حالا یا شما یا طرفتون میتونید داشته باشید و یا حرفی مثل میم، الف داشته باشید. الف دوباره میم تکرار شده برای شما. من احساس طرف مقابل رو میبینم که واقعا نسبت به شما چی هستش؟ واقعی هستش. یک حس دو طرفه، یک حس عمیق دو طرفه برای شما دیده میشه. گرایش خیلی زیادی رو نسبت به شما داره و شما برای مرد رابطه جذابیت خیلی زیادی دارید، خیلی زیاد. ایشون نسبت به شما علاقه داره. من حتی میبینم که ممکنه یک هدیه رو هم بخواد برای شما تدارک ببینه، مخصوصا که اگر حروف اسمی نون داشته باشه طی 7 وعده زمانی آینده هدیه تدارک ببینه و با شما یک قرار مداری رو داشته باشه. حالا حس و حال خانم رابطه رو بخوام براتون بگم. خانم رابطه رو میبینم، بانو رو میبینم که یه مقدار نسبت به آقا توی این وهله اخیر، مخصوصا از این به بعد طی 6 وعده زمانی آینده یه مقدار پرخاشگرتر میشه و میبینم که نماز بخون و میبینم که همونطور که داشتم میگفتم این مقدار پرخاشگرتر میشه. میبینم که یک مقدار عصبی تر میشه خانم رابطه و میبینم که یه ذره حالا ناز و افادهش زیاد میشه. از اونجایی که میبینه طرف عاشق و دلباختشه، مخصوصا اگر حروف اسمی ه و یا حالا فک و فامیلش رو داشته باشه مثل ه، خ، ج، اینا، چه، اوکی، یه مقدار ناز و افادهش زیاد میشه. اما خب به نظر من طبیعیه که توی یک رابطه احساسی بخواد یک همچین اتفاقی بیفته و قطعا یک آقا باید ناز طرف مقابلش یا حالا خانمش رو خریدار باشه. سختی هایی دیده میشه توی این رابطه. بگم براتون که فشاری دیده میشه برای هر دوتای شما، تنشی دیده میشه برای هر دوتای شما که این تنش زمان بره. یعنی مشکلاتی براتون دیده میشه که حالت تیکه تیکه هستن، برای یک مدت با همدیگه خوبین، دوباره میزنید به تیپ و تاپ همدیگه یا سر یک موضوع کاملا بیخود و بی جهت با همدیگه بحث میکنید. خب من خانم رابطه رو میبینم که در سر فکری میپرورونه. از بابت احساسش نسبت به آقا میتونم بگم که واقعا نسبت بهش حس داره، واقعا دوست داشتن هست، عاشق ششیفتش شیداشه، چون من اصلا کس خاصی رو توی این رابطه دیگه نمیبینم به غیر از این شخص و میبینم توی سرش داره که دوست داره با این شخص، با مرد رابطه به یک لول بالاتر بره. یعنی چی؟ یعنی یک رابطه یا حالا یا عمیق‌تر یا متعهدانه تر و یا حتی این ارتباط به سمت و سوی ازدواج و یا زیر یک سقف زندگی کردن برسه. یک مقدار مشکلات کاری دیده میشه برای آقا. پس اگر در حال حاضر فکر میکنید که طرف مقابلتون کم پیداست یا حالا هر چیزی کم محلی میکنه یا فکر میکنید که مثل اول خوش برخورد یا صمیمی و یا حتی خیلی گرم نیست با شما، من مشکلات کاری رو براش میبینم با توجه به نمادی که توی این قسمت افتاده و همینطور مشکلاتی مرتبط با مسکن براتون دیده میشه که مشکلتون مرتبط با مسکن طی 8 وعده زمانی آینده حل میشه. اما مشکلتون، مشکل طرفتون، البته مشکل مرد رابطه منظورم، مرتبط با کار یه مقدار زمان میبره. انگار که کارش حالا تق و لقه در وهله های اول
ولی میبینم که دوباره جوش میخوره و بهتر میشه. یک ارتقای کاری، حالا با توجه به کارش، یک به لول بالاتر رفتن در حیطه کار، یک پیشرفت کاری براش میبینم، زیاد شدن رزق و روزی براش میبینم و حتی میتونه جابجایی کاری هم باشه. این جابجایی میتونه مثلا از کاری به کار دیگه و یا از سمتی به سمت دیگه باشه. اوکی؟ یک سمت بالاتر. هدیه‌ای میبینم که به هم دیگه تقدیم میکنید. اینجا توصیه‌ای به خانم رابطه داره به این که حتما سعی کن یک قدم برداری، یک قدم برای قوی شدن این رابطه. من اینجا میبینم که خانم رابطه متقابلا باید یک هدیه رو به مرد رابطه بده. اگر فاصله زمانی مکانی بین شما دوتا هست، یک آمدنی از جانب آقا از یک مسیر به سمت خانم دیده میشه. هول و هوش 7 وعده آینده، میتونه 7 روز باشه، 1 هفته، یا حالا حتی 7 ساعت، یا وعده 7 از برج آینده. هر تایمی که این ویدیو رو ببینید برای همون تایمه. عرضم به حضورتون که توی این قسمت میبینم که یک نفر از اطرافیان آقا، خب، که حروف اسمی هی جیمی، کلن هی، اوکی، هی و فک و فامیلش، حالا میتونه هی جیمی باشه، هی دو چشم باشه، فرق نمیکنه، داره برای ارتباط شما یک فرکانس منفی رو ارسال میکنه. فرکانس منفی همون دعا طلسم، حالا چشم داشتن، چه میدونم، دعای بد کردن در حق شما و این چنین چیزها. میبینم که یک همچین چیزی از جانب آقا، حالا این شخص میتونه هر کسی باشه، با این حروف اسمی فرکانس منفی رو میفرسته. برای خیلی از شماها میبینم که یک رضانامی، یک آقایی برای خانم رابطه دیده میشه، یک رضانامی که پیشنهاد احساسی رو بهش میده. میبینم که رابطه اکثر شما که کجدار مریضه و حتی صحبتی در بابت با ازدواج داشتین شماها به تعویق افتاده و گویا که با شکست مواجه شده. اما من یک به خواسته رسیدن رو براتون میبینم. این حلقه شکسته رو ببینید و در کنارش ستاره و یا خونه، فرق نمیکنه، از یک ارتباط امن داره صحبت میکنه. یک به خواسته رسیدن براتون دیده میشه طی 8 وعده زمانی آینده به صورت قطعاً. بگم براتون که همینطور میبینم قدمی برداشته میشه از جانب آقا برای شما. من این فال رو فوق‌العاده مبارک دیدم برای دوستانی که ارتباطهای احساسی مخصوصاً مشکل دار، کجدار مریض دارن. اوکی؟ یک نفر از جانب خانواده خانم یا اطرافیان خانم میبینم که باعث گره و مشکل و یک جدایی میشه. اوکی؟ این شخص میتونه حروف اسمی سین، شین و یا اسمی مثل لیلا، این لیلا مشترک میتونه باشه، هم از جانب شما هم از جانب طرف مقابلتون، فرقی نمیکنه. یک همچین مانعی برای ارتباط شما ایجاد میکنه. دشمنی براتون دیده میشه. سر ما رو توی این قسمت میبینید. من فقط چششو بذارم که شما متوجه بشین. توی این قسمت دشمنی برای شما دیده میشه، دشمنی که بیشتر از اطرافیانتونه. یعنی یک فرد غریبه نیست که من بخوام بگم رقیبه، نه، من یک شخص آشنا میبینم که دوست نداره شما دوتا رو با همدیگه ببینه. حالا دوستانی که متأهل هستن و به یک سری مشکلات با همسرشون برخوردن، اول که میبینم توی این زندگی کاملا دو دل هستید. این ویدیو رو حتما تا آخر نگاه کنید. قراره یه تکنیک بهتون یاد بدم که یه مقدار ارتباط شما، حالا چه متأهل باشی چه مجرد باشی، رو بهتر بکنه. اوکی؟ میبینم که توی این زندگی حالت دو دل هستی، حالت بلا تکلیف هستی و توی یک دوراهی قرار گرفتی. اشکی برات میبینم، چه مجرد باشی چه متأهل باشی فرق نمیکنه. برای متأهلین مشکلی دیده میشه که مشکل در حال برطرف شدنه. کم رنگ به من داده، روشن به من داده، یعنی خیلی مدت دار نیست. خبری گویا قراره به گوشت برسه، نمیدونم برای شما واضحه یا واضح نیست. نمادها بذارید من ببینم. آره بگم اونم باید واضح باشه. خبری به گوشت میرسه
در وهله اول خبر شاید خبر خیلی خوبی نباشه، یعنی احساس کنی که شما منتظر این خبر نبودی، اما در ذاتش این خبر طی 7 وعده زمانی آینده برای شما اتفاقات خوب رو رقم میزنه. از اونجایی که اینجا قهوه به خاطر اینکه من قهوه زیادی ریخته بودم تیره شده و اساسا نمادها رو منفی نمیکنه، من این خبر رو خبر خوبی میبینم که طی 7 وعده زمانی آینده زنگوله رو میبینید خبری به گوشتون میرسه که فوق العاده شما رو خوشحال میکنه، چه مجرد باشید چه متأهل عزیزم. میبینم که خبری مرتبط با یک ثبت سند. حالا این ثبت سند میتونه ثبت سند مالی باشه برای خونه‌ای، حالا وسیله‌ای چیزی باشه، و یا میتونه ثبت سند ازدواجی باشه. اوکی؟ که البته برای شما فوق العاده خوشیومنه. یک سرپناه براتون دیده میشه و دیداری در یک سرپناه، یعنی دیداری زیر چهارچوب خونه و یا توی یک محوطه سربسته، یک جای فضای باز نیستش. برای خیلی از دوستانی که متأهل هستن و از همسر خودشون، فرق نمیکنه خانم باشه یا آقا باشه، همسرتون دور افتادن، من بازگشتی رو توی این قسمت میبینم که این بازگشت باز هم طی 8 وعده زمانی اتفاق میافته. 4 تا 8 وعده، بین 4 روز تا نهایتاً 8 هفته، خیلی بخواد طول بکشه ها. مشکلات و موانعی برای شما دیده میشه که میتونه از جانب کسی باشه که حروف اسمی البته ز و دال داره. طرف یک همچین مشکلاتی رو برای شما ایجاد کرده. اینجا برای شما یک فرکانس منفی دیده میشه که قطعاً برای شما اتفاق افتاده و از جانب کسی هستش که حروف اسمی میم و ر داره. یک سحرنامی میبینم که اگر متأهلی، سحرنامی میبینم که نسبت به همسر شما گرایشی داره. خب و وجود این فرد، ببینید، یا سحره یا حروف اسمی سین شین رو داره، حرف اسمی ه رو داره، اینها حروفی هستن که به صورت تأکیدی اومدن. حرف اسمی میم رو داره، حرف اسمی ر ز داره. میبینم که نسبت به همسر شما یک شخصی با این حروف اسمی گرایش پیدا میکنه. اوکی؟ پس خودتون رو محدود نکنید که حتما باید سحر باشه ها، نه، میتونه یکی از این حروف رو داشته باشه و برای همسرتون، حالا همسرتون میتونه خانم باشه اگر که آقا هستید، میتونه آقا باشه اگر که خانم هستید، و جونم براتون بگه که باعث مشکلاتی برای شما میشه. برای خیلی از متأهلین میبینم که یک ثبت سند دارن. این ثبت سند بیشتر به ضرب قانون و ملکی هستش، نمیدونم میبینید یا نه، ولی یک موفقیتی در بابت با ملک دیده میشه. یک رابطه باز و معاشقه عالی و زیبا برای خیلی از دوستان دیده میشه و این مرتبط با متأهل و مجرد نیست. هیچ فرقی نمیکنه که شما متأهلی و یا مجرد. حالا میخوام یک تکنیکی رو بهتون یاد بدم برای اینکه طرف مقابلتون خیلی زودتر برگرده و یا به اصطلاحی چی باشه، همیشه شیفته شما باشه. اینطوری هم میشه باشه. اول از هر چیزی که شما بهش نیاز دارید 7 تا دونه فلفل سیاه هستش. فلفل های سیاهی که به صورت دون هستن، نه به صورت پودر. اوکی؟ 7 تا دونه بیشتر نیاز ندارید. روی هر کدوم از این دونه ها، البته شما باید حتما قبلش غسل داشته باشید. غسل خاصی مد نظرم نیست، منظور این که پاک باشید، با طهارت باشید. 7 تا دونه فلفل سیاه رو چیکار میکنید؟ ور میدارید، حالا میذارید کنارتون، فرق نمیکنه که کجا بذارید، فرق نمیکنه ها. و روی هر کدوم از اونها، با فرض مثال الان من 7 تا دونه فلفل سیاه دارم، اولی رو بر میدارم و شروع میکنم به خوندن سوره لإیلاف قریش. سوره قریش 7 بار روی این دونه فلفل من میخونمش. در انتهای هر بار سوال اضافه نکنید لطفاً، من قشنگ دارم توضیح میدم. اگر هر کجاشو که متوجه نشدید با وجود توضیحاتم و متفاوت تر بود سوالتون، بفرمایید بپرسید.
همونطور که داشتم میگفتم اولین دونه رو بر میدارین، 7 بار سوره قریش رو روش میخونید. در انتهای هر بار خوندن بر میگردید میگید که حرقت قلب، حالا اسم طرفتون هر چیزی که هست من اینجا می نویسم براتون، حرقت قلب، حالا فلانی فرزند فلانی، بحب فلانی فرزند فلانی. توی جای خالی اول اسم طرف مقابل و توی جای خالی دوم اسم خودتون رو میارید. اوکی؟ و به همین منوال تا 7مین دونه فلفل. پس روی هر دونه فلفل 7 بار سوره قریش، در انتهای هر بار میخونید حرقت قلب فلان ابن فلان، حالا اسمش میتونید به فارسی هم بگید فلانی زایده فلان، عربی باشه خیلی بهتره، بحب فلان بنت فلان، اسم خودتون و اسم مادرتون، عربی فارسی فرق نمیکنه، عربی باشه بهتر. و تمام این دونه های فلفل رو که تموم کردید زغالی رو آتیش میکنید، حالا زغال رو روشن میکنید، خیلی هم نیاز ندارید، یه ذره کافیه. یکی پشت دومی اون رو داخل اون زغالی که به صورت کامل روشنه، یعنی هیچ جاش سیاه نباشه، تقریبا رو به سفید رفته باشه اون زغالتون، میندازید و میذارید که بسوزه. اوکی؟ طرف به صورت قطعی بر میگرده، اما در نظر داشته باشید که یه مقدار این کار خطرناکه. چطور؟ اینطوره که بازگشت این شخص با استفاده از این تکنیک که فکر میکنم من اولین نفر هستم که دارم میگمش، به این صورته که زمانی که برمیگرده با یک دعوا، با یک جنگ برمیگرده. خب یعنی زمانی که داره میاد یه بحث و بگو مگوی خیلی شدیدی بین شما دوتا اتفاق میافته، ولی خب رابطه شما خیلی گرم و عالی میشه برای یک مدت طولانی. و همین دیگه، امیدوارم که استفاده کنید و به دردتون بخوره. اگر که استفاده کردید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید، نتیجهش رو به هم بگید، همینطوری پیش رفت و یا طرفتون خیلی آروم بود. حالا برای اونهایی که عنصرشون آتشه، مثلا طرف مقابلتون، بر فرض مثال شما خانم هستید، فرزن شما خانم هستی، اسمت زهراست، خب، و طرفت هم آقاست، اسمش علیه. اوکی؟ اگر که علی قصه از عنصر آتش باشه، خب زمانی که برمیگرده خیلی دعوا و بگو مگو را میندازه، اما برمیگرده. اما اگر که عنصرش آب باشه، نه، همچین دعوای خاصی شاید اتفاق نیفته. در عنصر باد باز هم همون بحث و بگو مگو رو ما داریم، در عنصر خاک باز هم آرومه. و همینطور برعکس، اگر بر فرض مثال آقا بخواد این کار رو انجام بده برای خانم و خانم عنصرش آتش باشه، خانم با دعوا و مرافع برمیگرده، جنگ به پا میکنه، ولی برمیگرده. خب اگر که عنصرش باد باشه باز هم به همین حالته، به همین صورته، ولی در عناصر آب و خاک همچین چیزی نیست، مخصوصا در عنصر آب. حالا توی بعضی افراد میتونه که متفاوت باشه و با توجه به اسمشون عنصر غالبشون آتش باشه. شاید شما مثلا از روی ماه تولدش بفهمید که عنصرش آبه، ولی توی اسمش یکی از عناصر با توجه به حروف اسمیش، همونطور که میدونید هر حرف اسمی یک عنصر داره. مثلا حرف اسمی علی، مثلا ها، من حالا فعلا توی ذهنم نیست، حرف عین میتونه عنصر آب، حرف لام میتونه عنصر آتش و حرف ی میتونه عنصر خاک باشه، که اینها هر کدوم از این حروف یک قدرتی دارن. اوکی؟ و قدرت هر کدوم از این حروف بیشتر باشه، اون حرف و اون عنصر غالبه. اوکی؟ پس حالا تجربیات خودتون رو با من به اشتراک بذارید، حتما برای من کامنت بکنید که ببینیم چه خبره، چی میشه. و تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.